السلام علیکم حضرت داملا. یک سوال دارم. اولا رحمت خدا بر شما باد و خواهان آنم که عمر با برکات نصیب شما گردد. حالا بسیاری ها بعض دینداران چاروای گوسفند، گاو و بوز مانند اینها را به مزارها برده در حق آنها قربانی میکنند. آیا این موافق اسلام درست است؟ قربانی میگویند فقط برای الله جایز است، بغیر الله میگویند شرک است. این درست است؟ با احترام یکی از محبان شما التماس همین روز جواب دهید. من جمعه گذشته در این باب شما صحبت داشتم و باز چند جمعه پیش گفته بودم که اگر کدام از شما اگر یک چاروای را گرفته نزد مزار میبرین و به نام مزار وقتی که ذبح کردین، والله که وای دیگر چی گوشت خوک خورید چی گوشت وای خوری، هر دوش در حکم برابره. به نام انسان ذبح نمیکند. ما گفته بودیم، باز میگوییم که چارواها را فقط به نام الله ذبح کنید، فقط به نام الله. حتی اگر یک آدم داملای شناخته شده برای شما حتی خانه شما آید به نام وی هم که ذبح کنید و یک گوشتش حرام است و یک خوردنش جایز نیست. فقط انسان هر یک قربانی که میکنین، هر یک مالی را که ذبح میکنین، فقط بسم الله الله اکبر. ما از حساب همین مزارها اینقدر ملامت ها شنیدیم، لیکن میلش باز میگوییم من فقط میخواهم که شما زیارت درست به جا بیارید. باز میگویم من به مزارها، به اون حضرت هایی که در این وادی های ما و شما خوابیدن، من به اونها سر به سر نمیشوم. اونها هم یکی از دوستان خدا هستند، اونها هم خدمت کرده در راه اسلام هستند، لیکن از این طرزی که شما عبادتشان میکنید از این اونها ناراضی هستند. شما درست زیارت کنید، یک آیت خانه در حقش بخشید روید، تمام. با طواف او، با بوسه کردن او، از او حاجت طلب کرد، اینا شرک به الله میشه، شما گناهگار میشوید. که جمعه گذشته من برای شما گفته بودم که مردم راحتی آمده بودن، از 20 نفر زیاد، همونها ما را گفتند که داملای چگونه زیارت از دخترها سریلوچ رفته حضرت امیرجان دیوالهاش بوسه میکنند. مهمانها گفتند جوانای عزیز، من به همه شما باز مراجعت میکنم که این سخنهای مرا درست فهمید و آن گونه‌ای که من برای شما تعلیم میدهم انا همین راه درستی تعلیمش انا همین است. انا همین گونه شما برای زیارت روید. زیارت، مقصد از زیارت فقط یادآور شدن از روز مرگ خودتان است که انسان باید که یادآور شد که من روز از روزها چیکار میکنم، وارد قبر میشم. نه به خاطر بوسه، نه به خاطر یگان حاجت طلب کردن. و مالی که میکشید، قربانی که میکنید، اینقدر شما اگر دوستدار حضرت امیرجان و حضرت سلطان ویس قرنی و دیگر بزرگوارها باشید، در همون خانه‌تان کشید. همسایه های فقیر بیچاره و مسکین دارید، در همونها خان تلاش کنید. انشاءالله ثواب همو بر روح همونها میرسد. این جای پوشیدش نیست.